إن عذابها كان غراما این تا آخر 5 بود دیگه. 6 إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. آفرین. وكان بين ذلك قواما. این تا آخر 7 بود. 8 والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. نو هم در ادامه اینه ولی یه خورده کششش بیشتره. ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. الان به راحتی میتونیم وارد نغمه سبا بشیم. حالا به لحاظ آیات چون آیه بعد دیگه عذاب شد، از همین آیه هم میشه البته. قشنگ الان میتونیم وارد نغمه سبا بشیم. چرا؟ چون الان بیات رو طبقه صوتی بالا هستیم. قرار سبا همیشه طبقه صوتیش بالاست. همیشه بعد از اینکه بیات رو شما کامل میخونید تا طبقات صوتی بالا، از اونجا فقط میشه وارد نغمه سبا شد. چرا؟ منحصرا فقط وارد نغمه سبا میتونید، چون فقط نغمه سباست که قرارش بالاست. بالا تو بالا میتونه وارد بشه. اگه شما رست رو انتخاب بکنه همه میخندن، چون رست قرارش اینجاست به لحاظ طبقات صوتی. بله دیگه تموم شد دیگه. اصلا بیات تموم شد. بالحق ولا يزنون ولا يقتلون والذین 7 تا 8 9 ادامه بدیم. پس بذار 8 رو بخونیم که 9 بیاد تداعی بشه دیگه. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر.
ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. وارد سبا میشین. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. میشه قشنگ همخونی داره. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. یه بار دیگه. این قرار دستگاه سبا خیلی هم خیلی ساده است. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. نغمه سبای نغمه تقریبا حزینیه که عمدتاً برای جاهایی که بحث عذاب باشه و بحث خدمتتون عرض کنم که انواع اقسام عذاب هایی که واسه قومی گفته میشه در قرآن معمولاً این نغمه را استفاده میکنن، یا در مقام تضرع و دعا نغمه سبا زیاد استفاده میشه. قاری که به شدت نغمه سبا رو قشنگ خونده و خیلی زیبا خونده استاد عبدالباسط محمد عبدالصمد، واقعا نغمه سبا رو کمال این نغمه رو اجرا کرده و میشه گفت شاید 60-70% تلاوت استاد عبدالباسط هولوش نغمه سبا میچرخه، اما خیلی زود خسته میکنه. اگه شما هی بمونید خسته میشین، مثل اینکه یه فردی همش عذاب، یعنی هی شبکه‌های مختلف صدا سیما رو بده همش عذاب. خب یه روز 2 روز 3 روز جواب میده، اما هی زیاد 50 روز بشه این معلوم خسته میشه. اما خیلی خوبه یه تیکه باشه بعد وارد. بهترین نغمه پس چی شد الان؟ سیر حرکتی ما اینجوریه، بیات، بعد وارد نغمه سبا میشیم، بعد از سبا مناسب ترین نغمه نهاونده. این ستا رو با هم دیگه داشته باشید. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. 1 2 3. داریم میگیم هر کسی اون کارهایی که عبادالرحمن انجام قرار ندن انجام بده کیفرش. مثلا بحث زنا 12 تا کیفر داره، 6 تاش دنیایی 6 تاش آخرتیه. از کیفرهای دنیاییش گفتن که انسان کریه الچهره میشه، کریه المنظر میشه، روزیش کم میشه، به لحاظ جسمی ناتوان میشه، کمسو میشه، جوانمرگ میشه، خیلی موارد دیگه. 6 تا هم آخرتیه. بعد میگه و من یفعل ذلک یلقى اثاما، یعنی کسی که مرتکب این قصه بشه خب بده دیگه. روی این حساب اینو باید با نغمه سبا بخونیم. ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. آیه بعدی رو تو جوابش میکنم. فقط یه نکته دقت بکنید، یکی از استثناءات روحانی همینجاست تو سوره فرقان، فقط همینجاست که یخلد فیهی مهانه، فیه نمیشه، فیهی مهانه.
این کسی که این کارا رو انجام بده روز قیامت 2 برابر عذابش هی مضاعف میشه و جاودان در اون، در حالتی که مهانا یعنی بهش اهانت میشه، سرافکنده است، هم بهش اهانت میشه هم جاودان در عذاب این آدم. پس یه بار دیگه میخونم، یک دستگاه سوا یعنی قرارشون. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا. جوابش يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. آسونه. قسمت سومش خیلی آمادگی صوتی بالایی میخواد، خیلی. چشم. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. قسمت سومش رو همین آیه میخونم چون آیه بعد دیگه با نهاوند جور در میاد. یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا. یا آیه دیگه هم بخونم مثلا مثل همین که بدونید تو آیات مختلف باید تمرین بکنید. حالا مهم نیست ساعت بشنوید که یا آیه به دنبال آیه عذاب آور میگشتم. وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ. این بود در اسم سومش. یه بار دیگه میخونم بعد فقط مقدمه رو میخونم چون وقتمون تموم شد کامل. پس نغمه صبا رو بعد تمرین میکنیم. خیلی هم امروز خوندم و دیگه ببخشید دیگه آخریاش دیگه. یضاعف له العذاب یوم القیامة ویخلد فیه مهانا. حالا بخوایم بگیم مگر کسانی که بعد دیگه نرم میشه، معنا نرم میشه، بهترینش برای نهاونده. میگیم نترسید، اول میگیم بترسید، خدا میگه بترس الا، این الا خیلی توش امید هست دیگه. مگر کسی که توبه بکنه، بعد از توبهش ایمان بیاره و عملا صالحا، بعد شروع بکنه به درست کردن کاراش که فاولئک
اگر آدم این کارا رو بکنه یبدل الله سیئاتهم حسنات. خیلی اصلا این چیز عجیبیه. من خیلی فکر کردم دیدم که فقط خدا میتونه این کارو بکنه. 1000 تا بدی کرده، اون 1000 تا بدی رو میکنه 1000 تا خوبی، نه که پاک بکنه. علاوه بر اینکه پاک میکنه اون 1000 تا خوبی هم تبدیل به خوبی میکنه، یعنی میشه 1000 تا خوبی. خیلی چیز عجیبیه. چه کسی این کارو میکنه؟ هیچ کسی این کارو نمیکنه. واقعا خیلی عجیبه. بخاطر همینه که قرآن خوندن به آدم صفا میده، جلا میده. تو روایت هست که بو میده به بدن. کسایی که قرآن زیاد میخونن اتراگینه بوی بدنشون، یه بوی میده. من این روایتش اینجا زیاد خوندم، احتمالاً هستش اون چیزا. بله. نه اصلا من روایتش اینجا زیاد خوندم. قرائت قرآن، خوندن قرآن، عمل به قرآن بو میده به انسان. بو مثل گل خوشبوه. این آدم با مزه میشه، این آدم مزه داره این آدم. یه بار دیگه میخونم قسمت سوم، وصل میکنم به نهاوند، ببین چقدر زیبا میشه، چقدر قشنگ، چقدر لین، چقدر نرم، چقدر با رحمت خدا میخونه دستگاه نهاوند. از اون ور عذاب، دستگاه سبا، از این ور يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. بخونن دوستان میتونن. يضاعف له العذاب احسن لود. آفرین. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک خیلی از آریا وایسادن مثل حساب. چرا وای میستن؟ چون میخواد بگه فاولئک کیا هستن؟ اینا هم. خیلی قشنگه. این چقدر قشنگ به هم میخوره. این که میگم ردیف بخونید به خاطر اینا. هیچ مشکلی نداره. سالا وای میسین. سالا بهتره، میتونیم مانور بدیم. بله. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بخونید یه نفر. اون همدام و دو جا این نهاونده. یه فاصله دارم با. البته میدونید که دستگاه نهاوند از همین نهاوند خودمونه ها، دستگاه ایرانیه، بهش نهوندم میگن. این اشاره به همون ور داره. خب اینقدر قشنگ جلسه نمیشه ولی چشمان تمامش میکنم. اینقدر در طول هفته آدم درگیره به خود همین 1-2 ساعت هم غنیمته. آدم کیف میکنه. من تا اینجای عمرم حقیقت از قرآن خوندن خسته نشدم. واقعا خسته نشدم و خدا ان شاءالله اینو از ما نگیره. واقعا اگر نباشه من یکی مرده بودم به لحاظ حجم کاری و نامهربانیایی که آدم میبینه. ما هم آدمای حساسی هستیم. واقعا اگر نبود خودمون رو تخلیه نمی‌کردیم میمردیم واقعا. بهمن آقا چند روز دیگه تولدمه. آره شهریور حساسم. ما 22 بهمن 57 هستیم. دقیقاً روز انقلاب. واقعا نقطه عطفیم ما. نمیدونیم بگیم واقعا به کتمان کنیم یا آشکار کنیم، نمیدونیم واقعا. قدیما آشکار میکردیم ولی الان یه خورده با عملکرد آقایون سخت شده. حاج آقا منیری لبخند در چهرهتون هویدا شد. حاج آقا خیلی وقت ندیدیم، دلمون یه ذره شده واسهتون. ان شاء الله. حاج آقا یادش بخیر من و شما آقای طباطبایی همینجا میشستیم. همین نغمه ها رو صورت تین رو ولی با هم کار میکردیم. 1 2 3 4.
نه این دعای شما بود، چون من واقعا امروز داغون بودم. خیلی عذر میخوام اگر اینجوریه. نه شنونده اینجوریه، وگرنه ما خیلی. خب اینو بخونیم و دیگه ان شاءالله بریم که به فریضه 90 هم برسیم. آخ خدا وکیلی باهاتون من صفا میکنم، بهترین دوستای ما دوستای قرآنی هستن، ولی به شرطی که دعا بکنید، چون یکی از حق‌هایی که آقا جواد دعا بکنید، همینجوری نه جلسه ما رو نگاه بکنید، حق‌هایی که دوست خوب داره اینه که در مقابل دوست خودش دفاع. چی؟ چرا؟ خبرایی مثلا که آره امشب مثل خبری در راه. ولی دعا بکنید، واقعا یکی از حقوقی که دوستا با هم دیگه دارن اینه که در حق هم دیگه دعا بکنن. حتما دعا بکنید، دعاها مستجابه. دعایی که خودمون میکنیم ممکنه که کمونه بکنه و خودمون برگرده، ولی دعایی که دوست در حق دوست میکنه قطعا مستجابه. یه بارم عرض کردم خطایی که این فرد انجام میده اون فرد انجام نمیده، لذا دعاها در حق هم دیگه کاملا مستجابه. چیزی هم کم نمیشه. بگید آقا خدایا ایشون رو بیامرز مثلا. خب بخونیم و بریم. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. بخونن یکی از دوستان بخونن. تا نه تا الله. یه بار من میخونم بعدیشو ببینید به چه صورتیه و بعد این اگه دوستان بتونن امروز یاد بگیرن یا به خاطر بسپارن آروم آروم، چون نوارش هم هست دیگه بعدا میتونن بگیرن. این خیلی کمک میکنه به اینکه شما ردیف بخونید حتما. یه بار دیگه کسی نخونه گوش کنید، فقط یه لحظه فقط این گوشتون رو زیاد. إلا من تاب و میبینید اخفا دو حرکت باید نگه بده. رو اون دو حرکت اخفا کلی لحن میشه پیاده کرد. رو من تابه دقت بکنید، من تابه توش لحنه. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. 1 2 3 تاب وآمن خب آمادگی دارید؟ بالا سا ریسکه واقعا. میگم اینجا این خراب میشه، یه ذره عقب‌تر باشه. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. اگر صدا آماده نبود چجوری لحن رو بخونم؟ با پرده بسیار پایین. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. این همون ادامه قراره ها، خیلی قشنگه. اما بهترینه که این چقدر میخوره آیه به لحن. معنی آیه چیه؟ میگه این آدمایی که توبه میکنن، برمیگردن بالاخره و ایمان میارن و عمل صالح انجام میدن. ببین همش هم به ترتیبه ها، همش مقدمه است. میگه مقدمه ایمان توبه است. اول توبه باید بکنه انسان، یعنی همه گذشتهشو بالاخره یه جوری اصلاح بکنه.
سخت و همه داریم با همدیگه میریم این مسیر رو جلو. خدا ان شاءالله تا زنده هستیم تا نفس داریم توفیق توبه بده بهمون، یعنی با برگردیم واقعا، چون حیفه واقعا از دامن خدا دور افتادن خیلی سخته. ما همه کشیدیم دیگه، میدونیم دو سه روز چند روز از دامن خدا دور میافتیم، غفلت بهمون دست میده، انسانیم دیگه، بالاخره خطا میکنیم. هم کشیدیم، چقدر سخته آدم از خدا دور بیفته، خیلی سخته. انشالله خدا هیچ موقع ما رو از دامن خودش دور نکنه. البته اون هیچ موقع دور نمیکنه، ما وسایلش رو فراهم میکنیم. بالاخره میگه انسان اگر الا من تاب، اگر کسی توبه بکنه خدا بهش توفیق ایمان میده. اگر توفیق ایمان بده پشت سرش توفیق عمل صالح میده. ولی اگر کسی اینا رو به طور پیوسته انجام بده یبدل الله سیئاتهم حسنات. چقدر قشنگه، چقدر قشنگه، خیلی زیبا میشه. اصطلاحاً به این فا میگن فا نتیجه، یعنی نتیجه تاب آمن و عمل عملا صالحا چیه؟ این که یبدل الله سیئاتهم حسنات. هیچ کسی تو عالم این کارو نمیکنه اصلا مگر خدا، فقط الله که مستجمع تمام صفات حسن است واقعا. چرا؟ و کان الله غفور رحیم، به خاطر اینکه خدا خیلی میبخشه، خیلی و رحیمه، مهربانه. یه بار دیگه، یه بار دوستان نخونن یک و دو نهاوند رو با هم وصل کنیم و بعد. امشب من مستم اصلا، نمیدونم چیکار دارم میکنم، خودش داره میبره ما رو. خوشا دلی که مدام از پی نظر نرود، به هر درش که بخوانند بی خبر. دلا مباش چون این هرزه گرد و هر جایی، که هیچ کار ز پیشت بدین هنر قرآن نرود. همش چرته. خب خیلی دوست دارم نوجوانا، همه نوجوانای ایران، نوجوانای عالم ارزش و لذت انس با قرآن رو میدونستن. به خدا قسم دیگه سراغ این ور اون ور نمیرفتن، اینقدر این زیباست. همه چی توش هست، توش جوانی هست، توش لذت هست، توش هیجان هست، همه چی هست که جوان میخواد. انقدر هیجان تو این هست، اون موتور سواره که داره هیجان اون انقدر نداره، بهتون قول میدم. توش همه چی هست، حماسه هست، هیجان هست، همه چی هست. خیلی زیباست، کاملا یه جوان رو ارضا میکنه، همه چی توش هست. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. میتونید پایین ترم شد ابی نداره، با صدای پایین. 1 2 3 الا من پایین بکن اگه نمیتونید. فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. حساب کنید اینو بالا خوندیم دیگه الان. وكان الله غفورا رحيما. الله الله اکبر. صدق الله العلي العظيم.